السلام علیکم. در کتاب مجموعة اللطائف حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را خواندم که مفهومش این است، معناش این است. گفتگی در مردگان خود هدیه فرستید. صحابگان گفتند هدیه یعنی چی؟ گفت پیغمبر یعنی صدقه و دعا. هر شب جمعه ارواحها به آسمان زمین می فرایند و هر کدام در راست خانه خود به آواز غمگین و گریه آلود فریاد میکند: ای اهل من، ای مادر من، ای پدر من، ای کسانی که زنهای ما را نکاح کردید، بر ما رحم کنید تا خدا بر شما رحم کند. شاید که این جمعگی ها از همین حدیث منشأ گرفته باشد. فکر شما را دانستن میخواهم دامنای عزیز. بله، این حدیث اگر چندی حدیثی ضعیف است، این حدیث هیچ حتی باطل و موضوع است و منشأ جمعگی و منشأ پنجشنبگی های ما و شما میکنیم. اصل پیدایشش از کجا باشد؟ من فکر میکنم اصل پیدایشش از این است که حبیب خدا روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتند و مردم شاید که این دو روزی که حبیب خدا روزه میگیرد این همچو روز مبارک گفته، در مردم ما و شما فقط پنجشنبگیش وجود دارد، لیکن در مردم طرف دوشنبه دوشنبگیش هم میکنن، هم دوشنبگی دارن هم پنجشنبگی دارن. شاید من فکر میکنم که سرچشمه پیدا شدن این دوشنبگی و این پنجشنبگی انا همین باشد. یا در دیگر حدیث حبیب خدا میگوید روزهای دوشنبه و پنجشنبه اعمال یک هفته‌ینه شما را پیشنهاد خدا میکنند. قبول میشود یا نمیشود اینوش خدا میداند. شاید که مردم این روزها را از این فضیلت استفاده برده و دوشنبگی و پنجشنبگی از پس مرده ها تشکیل کردند. شاید این باشد. لیکن من برای شما چندین بار گفتم، باز میگویم، پنجشنبگی به اسلام هیچ وابستگی ندارد، تماما به دین اسلام هیچ رابطه ندارد. برعکس تمام کتاب‌های فتوای ما و شما، فتواهای مذهبی، معین کردن صدقات را در روز مخصوص مکروه میگویند. کسی که اگر در روز مخصوص مثل دوشنبه، پنجشنبه یا هفت یا 40 یا سال مخصوص روز جدا میکند، انا همین روز صدقه میکند. انا همین مخصوص گردانیدنش حتی صاحبان فتوای ما و شما هم مکروه میگویند، خوردنش رخصت نمیدهند. این تمام فتواها وجود دارد. برای همین تا امروز فقط من برای شما فهمانیده دادم که یک مبادایی که شما من میدانم بسیار خسته شدید، بسیار مانده شدید. تصور کنید که هر ماه 4 بار ما و شما پنجشنبگی میکنیم، 4 بار. اگر کمترین مبلغی که در پنجشنبگی ما و شما میرود 100 سامان است. اگر 4 بار کنیم 400 سامان. حساب درآمد ما نکنیم چند در یک ماه چند قدر درآمد داریم. درآمد در هیچ جا نیست. درآمد اگر 100 سامان باشد یا 200 سامان باشد 400 سامانش در این می رود. به این خاطر به همه شما می رسانم برادرای عزیز، دین ما دین آسانگیر است. دینی هست که مشکلات نمی خواهد که بالای بندگان خدا پیدا شود. بیایید برادرای عزیز تاریخ ورق زنین، بینید که کنی از دوره های حبیب خدا، صحابه های پیغمبر کدامش همین معرکه ها را برپا می کردن؟ نیست، وجود ندارد. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. برای چی از دوره های پیشتر
همه ملاهایی که قرآن خواندگی، عنوان شیخ و ایشان شیدگی برای خلق نمیفهماندند که پیشگیری نمیکردند این گونه اسرافکاری ها را که در کتاب ها نیستند. و من باوری کامل دارم که با این درجه را خلق نمی رسید. از همان زمان ها مسجد در هر یک ناحیه ها بود و می توانستند که ملاهای هر یک مسجد پیش راه این گونه کارها را می گرفتند. از راه تاریکی به راه روشنی زندگی خلق را دعوت می کردند. برای همین خلق روز می گوید که شما مسلمانان زندگی تاریک دارید. آیا این را نمی فهمید؟ البته این ما از این منبری بلند استاده و داملاهای پیش سنگ نمی زنیم، زیرا که دوره هایی که ملاهای پیش حیات به سر می بردن زمانی بود که این گونه میکروفون و این گونه مسجدهای آباد نبود و این گونه شرایطی که امروز خداوند برای ما و شما مهیا کرده است، این شرایط اون زمان نبود. اون زمان کلمه الله می گفتگی این البته به البته بر جنایت کشیده می شد. از این خاطر اگر همون ملاهای پیش هم خدا رحمت و مغفرتشان کند مثل اگر امروزه شرایط می دادند و مثل امروزه اگر کتاب ها دربر می کردند، کتاب ها می داشتند، هر آینه از این حقیقت شما را خبر می دادند. لیکن بیچاره ها به این شرایط نرسیدند. یا شاید که خدا رحمتشان کند اینقدر از کتاب های حاضره پیدا نمی کردند، اینقدر کتابی که الحال ما در خانه ها داریم. به این خاطر ما هیچ ملا را سنگ نمی زنیم. لیکن امروز همان ملایی که می گوید که همه اینها از اسلام است و یا ما حقی سنگ زدن داریم، برای وی دروغ می گوید. وی دروغ می گوید. من برای شما گواهی می دهم، من برای شما به خدا قسم از تمام معتبرترین کتاب ها دلیل ها میارم که اینا با اسلام هیچ رابطه ندارند. این مشکلات هستند. امروز اگر کدامش اگر گوید و یا حق سنگ زدن داریم، لیکن پیشینی هایی که نگفتن اونا عذر داشتن، شرایط هاشون نبود. حتی در یک مجلس اشتراک داشتیم، بعضی برادرها همراه من بودند در دوشنبه به نزدیکی. یک امام خطیب مسجد جمعه هست، جمعه مردم میگذراند. کسی که میگوید پنجشنبگی در اسلام نیست، 740 در اسلام نیست، وای کافر است گفت. والله که همین سخن گفتن. انا اون جاهل حقی سنگ زدن ما داریم، زیرا که وای منبع درآمدش انا همین ها هست. وای برای درآمد اینها را میگوید. به خدا قسم وای برای دلسوزی نمیگوید، وای به خاطر خدا و پیغمبر نمیگوید، وای به خاطری که از این درآمدها که باز میماند، به این خاطر وای مردم میترساند. التماس جوابش را گردانید. السلام علیکم حقه حاجی مرزا. در ناحیه باختر در قشلاق اونگرد با اجازت رئیس محله و مؤذن مسجد و مؤذن مسجد در داخل مسجد پیله پرورشی کرده ایستاده اند. ممکن است یا نه؟ با همراهی رئیس محله و مؤذن مسجد در داخل مسجد پیله میکنم. پیله آیا همین در مسجد جایز است یا نه؟ حبیب خدا شب معراج حکایه میکند که عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يمات عن الطريق
و یا حبیب خدا میگوید شب معراج پیشنهاد من عملهای بندگان خدا را کردند، نیکی ها و بدی ها را تماشا کردند. از همه اجر بلند حبیب خدا گفت و ثواب کلان را یافتم در همان عملی که از قد راه چیزی را که به مردم آزار میدهد دور کنی. هر چیزی را که از سر راه دور میکنی، حبیب خدا گفت این بهترین اجر دارد، از همه اجر بلندترین انا در همین است. گفت و وجدت فی مساوئ اعمالها النخاعة تكون فی المسجد لا تدفن، رواه مسلم. حبیب خدا گفت از همه گناه وزنین ترین در عملی هست که انسان وارد مسجد می شود و در مسجد توف می کند. وقتی انسانی که در مسجد توف می کند و توف خود را نمی پوشاند، گفت از همه وزنین ترین گناه را در همین دیدم. گفت این مسجد برای عبادت است، مسجد برای ذکر پروردگار است. باور که خیلی ناکس و خیلی بے انصاف انسانی بوده است که در داخل مسجد آمده پیله میکنن. پیله آخی دوره های پیش نیست که این مسجد ها را گوییم که به آغل خانه و به دیگر تبدیل دهند. و مسجد باید از خانه دیده تازه تر و از خانه دیده خوشبویتر باشد، نخواد داخل مسجد آورده پیله گذاری. مردم بی غیرت است، مردم بیچاره گویم زبان کوتاه است. و الا این گونه مؤذن وای حق اذان دادن در مسجد ندارد، وای حرام میکند این گونه مسجدی را که در اون مسجد اذان میگوید، زمانی که در داخل مسجد پیله ها را میارد و میگذارد. این خیلی بیرحمی و بی انصافی است. زمانی که حبیب خدا میگوید من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزولا كلما غدا او راح، نزولا فی الجنة كلما غدا او راح. هر انسانی که سحر یا بیگاه قدم زنان به سوی مسجد می آید، پروردگار برای این گونه انسان به خاطر که وی مسجد می آید دسترخوان در جنت آماده می کند. برای شخصانی که مسجد دوست می دارند، برای شخصانی که مسجد احترام می کنند، برای شخصانی که قدم زنان به سوی مسجد می آیند، خداوند به خاطر مسجدش برای می آمدگی و حرمت می کردگی انسان ها دسترخوان در جنت می پرتاید. خیلی بی انصافی هست، خیلی بدبختی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، با شما 3 سوال دارم. در وقت نماز دیر کردن و دویدن درست است یا نادرست؟ نه، درست نیست. وقتی که شما به سوی جماعت می آیید می دانید که جماعت قائم شده است. حبیب خدا در حدیث های مبارک رخصت نمی دهد که ما دویده آییم. آهسته آهسته قدم زنان به سوی مسجد می آییم. در هر قدم من حسنات می گیریم. اگر آمدیم و نماز تمام شده هم باشد، خودمان تنها هم که گذاریم همون ثواب جماعت ما و شما میگیریم. فقط به سوی جماعت ندوین. ولی بسیار آدمای هست که بسیار دویده می آیند. همین دویدن به سوی مسجد پیغمبر خدا من کردن، ندوین گفتن. قدم زنان آهسته آهسته به مسجد آیید، در هر قدمتون حسنات میگیرید. اگر دیرم که کردین ثواب جماعت شما برخوردار شده. خلاص شما مسجد بیایید. موی دراز ماندن جایز است یا نه؟ حبیب خدا 3 طریق موی سر میگوید جایز است، حتی که از همین گویم بین گوش هاشم تا بین گوش ها را موی سر پیغمبر دراز بود. در دیگر روایت از همین نرمی گوش پایانتر بود.
در بعض روایت حتی که در شانه هاش می رسید. از این خاطر من کان له شعر فلیکرمه، کسی موی سر دارد موی سر اکرام کند، تازه کند، خوب نگه دارد، باکی ندارد، فقط به ترتیب آرد، فقط پاکیزه و تازه باشد. اگر در وقت نماز خواندن سوختار یا اینکه یگان کار دیگر شود، از نماز برآمدن جایز است یا نه؟ بله جایز است. اگر میبینید که یک کار پیش آمد که فلاکت زیاد دارد یا عاقبت ناخوب دارد، شما می توانید که از داخل نماز بیرون شده رفته، چی سوختار باشد چی کدام کار خطرناکی نباشد، انجام دهید، بعد آمده از سر نمازهاتان خوانید، درست است، زلالی ندارد. السلام علیکم داملای عزیز. سوال از یک پدری بسیار غمدار به حاجی میرزا. در 14 سال حیاتم صاحب یک فرزند یعنی بچه شدم که زمانی تولد مادر این فرزند سر فرزند رفت. خیلی عذاب و غم داشتم، لیکن غم و دقتم را با این فرزند بی مادر خاموش میکردم. این غم کم در یاد فراموشی بود که این بچه هم در 10 سالگی از بیماری گذشت. بسیار غمدار هستم. برای دلبرداریم چیزی گویید. از 300 کیلومتر راه دور آمدم. دنیا در نظرم گشته است و تماما آرام نیستم داملای عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما اصاب منکم و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. برادری خیلی عزیز و گرامی، الله در قرآن میگوید هر مصیبتی که به سر فرزند آدم می آید یقین داند که به اجازت من می آید. هر حالتی در که شما روبرو می شوید الله می گوید برپا کننده همون حالت من هستم. از این خاطر یگانه ما باید در قضای پروردگار فقط راضی باشیم. بجز راضیگی دیگر ما هیچ قوتی نداریم. حضرت عباس روایت می کند در کتابها که مثل این پدری گویم میوه دل خودش گم کردگی، وقتی که سفر دراز کردن و وقتی گشته آمدن به خانه، از پیش راش یک خوش خبر یک شخص برآمد، گفت ای عباس، ای ابن عباس، میدانی که در خانه تو مصیبت شد. گفت چی مصیبت آمد؟ گفت همو فرزند یگانه ای که داشتی، همو فرزند یگانه از دنیا گذشت. ابن عباس که خیلی سالهای طولانی فرزند خود ندیده بود، از پایان شد، میگوید طهارت کرد و نماز خواند. وقتی این مرد عملهای ابن عباس دید در حیرت ماند. گفت ابن عباس من تو را به مصیبت گفته ایستادم، خبر مصیبت میدهم، تو باشی نماز میخوانی. گفت ای بی خبر، پروردگار در قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان به پروردگار دارید، وقتی که بالای شما مصیبت می آید شما یاردم این مصیبت فقط به صبر، فقط به نماز گذرانید. شما نماز خوانید، از پروردگار کمک و صبر در این مصیبت طلب کنید، خدا همراه شما هست. به این خاطر برادر عزیز و گرامی بسیار خوب می شود که همیشه با نماز باش. هیچ وقت دل خود از این دنیا خنک نگردان، هیچ وقت ناآرام نباش، هیچ وقت ناراضی نباش، بلکه همیشه شکرگزار به سوی پروردگار باش. همیشه با عبادت باش، از خداوند باز زنی صالحه و باز فرزندای خوب طلب کن.
خداوند قادر است هر آینه برای تو از این دیده بهترش باز نصیبت میگرداند، از این دیده باز خوبترش برای تو نصیب میگرداند. اگر این معامله که خداوند برای بنده فرموده است اگر از این معامله دور نشویم. حضرت عروه ابن زبیر حکایت میکنند که بسیار وقتی که پاش درد میکرد، بسیار ناراحت که شد، ویم یگانه فرزند داشت، فریاد زد گفت رو گفت برای من طبیب بیار. گفت وقتی طبیب آوردن حضرت عروه را ابن زبیر گفت یگانه این پای بریدن در کار، دیگر هیچ راه ندارد. عروه گفتند من تیار هستم. مرحمت گفت. طبیب گفت پیش از آنه که من برای تو یا پیش از آنه که این پای تو را من قطع کنم ببرم، باید که تو از این موادی که تو را بیهوش میکند استفاده بری. عروه گفتن هیچگاه من از اجر و از پاداش پروردگار خود دور نمیکنم، فقط حالتی که من التحیات میخوانم همین پای مرا بدوره. چگونه نمازهای عاشقانه داشتن. وقتی من التحیات لله و الصلوات و طیبات، وقتی این جمله های زیبا را وقتی که خواندن سر کردم، شما بریدن پا را سر کنین که در او حالت من دیگر حس نمی کنم. طبیب گفت میلش. وقتی حضرت عروه میگوید در خواندن همون تشهد نماز آغاز کرد، بریدن پای سر شد. فرزندش که میگوید دیدن این حالت که هیچ قوت نداشت، در حال میگوید بیرون رفت و حتی میگوید از بیرونم بالا یک بانگ بلندی برآمد تا این جراحی پدرش انجام یافتند. وقتی که میگوید فرزند که خودش را گم کرد، حالت پدر که دید بسیار ناراحت شد. شاید که یگان دورانی سر شد میگوید و از همو بلندی آمده در زمین زد. شریکانی میگوید عروه در بیرون بودن، در حال میدوند میگویند که بچه عروه از دنیا گذشت. خود در درون خانه جراحی دارد، بیرون فرزندش از دنیا گذشت. دو مصیبت بالای عروه آمدند. لیکن دوستان خدا را ببین چگونه این مصیبت ها را استقبال میگرفتند. وقتی کار انجام یافت، رفیقای عروه میگوید خانه در آمدند. گفتن عروه گفتن ما برای تو تعزیه بیان میکنیم. گفت بهر چی؟ آیا بهر همین پایی که از من بریدن؟ این پایی که بریدن پای دیگرم وجود دارد، دست های دیگرم وجود دارد. به این خاطر گفت این باعث نمی شود که شما برای یک خاطر پای از دست دادگی من تعزیه بیان کنید. گفت نه. در بیرون گفت فرزند تو از بالای بام افتاد و هلاک شد. گفت حضرت عروه در حال کلمه ان لله و ان الیه راجعون خواندند. من از خدا هستم گفت و به سوی خدا بازگشت دارم. اگر خدا گفت جان این فرزند مرا گرفته باشه هم من در حکم پروردگارم راضی هستم. هیچ وقت گردن کشی در حکم پروردگارم ندارم. حتی صاحبان کتاب میگه داد نگفت، حتی آبی چشمم نکرد. باید ما مثل اهل دوستای خدا باید طاقت فرسا باشیم، صبر کننده باشیم. او ابراهیم حربی را حکایت میکنند که ابراهیم حربی میگوید شب در خوابش میدان قیامت دید که بسیار حال بندگان در میدان قیامت مشکل است. مردم یک تشنگی فرا گرفته است و میگوید وقتی نظر کرد نگاه کرد که جوان پسرهای خردی زیاد در دستهاشون ظرفهای آب دارند. وقتی ابراهیم حربی میگوید حلقم که قاق شد میدان قیامت بود، دوان به پیش یکی از این جوان پسرها رفتم، گفتم برای من از این آب چیزی عطا کن تا که حلقم قاق شد. گفت این برای تو نیست. گفتم برای کیست؟ گفت من کسی هستم که در دنیا در حالتی گویم که به سین سال نابالغ از دنیا گذشتم، پدر و مادر من ندیدم. این آب برای فقط پدر و مادرم هست. گفت
ابراهیم حربی میگوید وقتی این سخن شنیدم، در حال میگوید از خواب بیدار شدم، از پروردگار طلب کردم که خدایا یگانه همین فرزندی که دارم 10 ساله حافظ قرآن است، خدایا جانش قبض کن تا که در میدان قیامت برای من شفاعت کننده باشد. میگوید دعای این دوست خدا قبول شد. همون بچه 10 ساله‌ای که حافظ قرآن بود خدا جانش میگوید گرفت. وقتی برادراش می آمدن، نزدیکاش می آمدن ابراهیم حربی را وقتی که تعزیه بیان میکردن میگفت تعزیه بیان نکنید، من خود دعا کردم که خدا جان این فرزند مرا گیرد. برای همین برادر خیلی عزیز و گرامی، در این مسئله خیلی باید ما با طاقت باشیم، با صبر باشیم، در پیشگاه پروردگار پاداشی بلند میگیریم. السلام علیکم داملای محترم. با سوال ما جواب دهید که مولای محله ما در امر معروفش طبق رسول الله عمل و زندگی کنید میگوید، اما خودش ناس میکشد. 32 دندانش از طلا کردگی. آیا رسول الله ناس میکشید یا دندانها شکسته بود، از طلا دندان کرده بود؟ کلانسالان یک چند مراتبه گفتند که اقلا همان ناست را پنهانی کش، همین را هم نمی کند. در وقت امر معروفش دغلانه سخن میگوید که شما مسلمان نیستید. به خدا قسم از 33 بار زیاد سبحان الله گویی میگوید گناه است. آیا این درست است یا درست نیست؟ البته امروز اکنون دیگر جای غیبت نیست گوییم، جای سنگ زدن نیست. امروز در محراب ها نازکش ها، عرق نوش ها و بعضی زیناکارها هم نماز مردم خوانده می دهند. این هم یک داغ روز است، یک داغ حیات ما و شما هست که این گونه پیشوا را ما و شما صاحب هستیم. خوب میشد که همون پیشوا چنان عمل میکرد که دیگرها از عمل او عبرت میگرفتند. وقتی که پیشوا نازکش باشد یقین دان که قومش هم نازکش میشود. اگر ملا امام غیبتگر باشد قومش غیبت کننده می شود. اونا همون ملا را دیده عبرت می گیرند. و دندان طلا هم حرام است. اگر دندان طلا را بی عذر کسی که دندان می کند، دندان های همین زیبای خداداده که داریم، اگر بالای اینها طلا می کشد، این هم حرام است در اسلام. گفتی مولانا گاه یک شعرخوانی دارد، میگد راحت دنیا زن و دندان بود، بی زن و دندان جهان زندان بود. راحت دنیا زن و دندان بود. این دندان های خداداده که امروز ما و شما داریم، وقتی با این هر یک طعامی را که میخوریم مزه طعام میفهمیم، لیکن وقتی بالای این ما و شما طلا که کشیدیم از لذت همه طعامهای نعمتهای پروردگار محروم میمونیم. این یک زمانی بود که گفتی بچه ها در ماده بود که اگر دندان طلا کنی خیلی گویا که این جوانی زیرک و جوانی پولدار و جوانی مالدار است. لیکن امروز مردم خیلی پیشرفت کردن. امروز ببین دنیای امریکا، دنیای همون طرف های دولت های مترقی را ببینین، یگان نفرش دندان طلا ندارد. اونو خیلی در معرفت و فهمیش از ما و شما بلند رفتند. اگر همین دندان طلا فایده آور میشد، هر آینه انا همونها دندان هاشون طلا میکردن. برای همین جوانای عزیز هیچ وقت میلی در دندان طلا نکنید، فقط همین دندان هایتان محافظت کنید. به خدا قسم یک دندان انمی خداداده که در دهان دارید از 1000 دندان طلا باور کنید بالاتر است.
از 1000 دندان طلا. این بسیار نعمت بلند است. لیکن اون برادرایی که مردم نمازشون میخونین میدهین، از نازکشی و از سیگارت کشی و از دیگر اخلاقهای بدی که دارین، از اینها دور باشین. دور باشین که در پیشگاه پروردگار جواب میگویید. ناس امروز در کتاب‌هایی که الحال در دست من است، شیخ‌های عرب حکم حرام دادگی‌اند، حکم به حرام دادن. وقتی از این حرام پروردگار که وقتی تو استفاده میبری، تو در پیشگاه خدا جوابگر هستی. داملای محترم، سوال من همین است که اگر شخصی در وقتش با کدام سبب روزه ماه شریف رمضان را نگرفته است، میخواهد که قرضهایش را گیرد، همان روزی که روزهش قرضی گرفته است و با کدام سبب همان روز روزه را خورد، آیا کفارت می شود؟ نه، وقتی که ما زمانهایی که روزه نگرفتیم، تماما روزه نگرفتیم، پس امروز میخواهیم که همون روزه ها را قضا روزه گیریم، پس به کفارت هر ماهش ده 1 ماه روزه میگیریم. چند سالی که خورده باشیم، 5 سال خوردیم، 6 سال خوردیم، اگر چنده که کفارت معنای این ندارد که در 1 روز 61 روز باید روزه گیریم. اینا وقتی انسان هایی که روزه میگیرند و قصدن همان روز میشکنند، برای اونها کفارت است. لیکن برای کسانی که تماما 1 ماه را روزه نگرفتند، نمیفهمیدند، ماهیتش نمیدانستند، ثوابش نمیدانستند، امروز که آگاه شدند میخوان که قضا گیرند، در 1 ماهش 1 ماه روزه گیرید، بس از کفایت میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. سگ در خانه دارم، برای پاسبانی یک عمل آن مرا بسیار در تعجب آورده است. در وقت اذان بلوچوک میکشد، آیا این خاصیتی بد دارد؟ خداوند گناه شما را آمرزش کند، آمین. من دانشجو هستم، در حق ما هم دعا کنید. خداوند شما را ذهنی ذکی و علم نافع نصیب کند. لیکن بلوچوکی سگ هیچ ضرری ندارد. هر حالتی ده که اگر سگ در خانه ها بلوچوک میکشند، این یگان زیان و ضرر ندارد. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. من یک نفر مخلص شما، من بیمارم، آب بر روده ام ضرر دارد، من فقط این خیل طهارت میکنم. خب به خاک کرده و دوامش را به آب میکنم، نمازم میخوانم، با همین خیل طهارت نماز جماعت، نماز جمعه و قرآن خوانم، چی میشود؟ التماس روشن‌تر فهمانید ضرور است و دعا کنید که خداوند عبادت های مرا به درگاهش قبول کند، ایمان کامل نصیب گرداند. خداوند شما را ایمان کامل و همه عبادتاتان خدا قبول کند. این کس از بابی بواسیر سوال است. گیمرای ما شما میگوییم، اگر در کدام شخصی که همین گیمرای وجود داشته باشد و یقین است که رسانیدن آب به او ضرر دارد، در این حالت ما همون موضع را خشک میگذاریم، ترکش میکنیم، آبش نمیرسانیم، دیگر موضع ها ما در آب رسانیدن نماز ما خواندن میگیریم، یگان زیان و ضرری ندارد. در کجای شما اگر زخم باشد و آب در او اگر ضرر کند، همون موضع را ترک کنید، همون موضع را خشک گذارید و دیگر موضع هاتون به آب شوید، نمازتون درست می شود. در هر جایی که از شما اگر آب زلال داشته باشد. السلام علیکم بابای حاجی. ما از شما خواهش داریم که با سوال ما جواب پوره گردانید. بر سر منزل رفتن زن ممکن است یا نه؟ ممکن نیست برادرای عزیز. کدام شما اگر زنهای شما زیارت سر قبرها می رود، شما پیش رای اونها را گیرید. ما حیران می شویم که تو مردک خانه ماندگی، زنی تو می رود زیارت قبر می کند. این خیلی تعجب آور است.
کجا می رود زیارت میکند؟ برای زن زیارت بهترین زیارت شوهرش است. شوهرش زیارت کند. اگر از همین جا خسته رفته رسول اکرم در روضه مبارک زیارت کرده، آید شوهر از او راضی نباشد، در قیامت این زن بدترین زنهای میدان قیامت است. برای زن از همه ده بهترین زیارت کننده فقط شوهرش است. این دروغ است که یک دسترخوان نان و یا که یک دیگر تایکش کردگی و بعد مزار به مزار و قبر به قبر میگردد. زمانی که آلی شوهرش از او راضی نیست یا شوهرش درک ندارد. زیارت زنها را تمام صاحبای کتاب منع کردن، گفتن جایز نیست رفتن شما به قبرستان. می توانند در همون خانه نماز خوانند، به هر کسی که اخلاص دارند در حقش دعا کنند، دعاش خداوند به حق همون دوست خدا بزرگ خدا می رساند. کاش که اونها باز زیارت قبرها روند، حالت اونها را می بینی به خدا قسم همون صاحب قبرم در همون موضعش بیچاره ایستاده نمیتواند. پیش از آن یک تو زیارت قبر می روی، اول یک سر اندام تا تماشا کن، اول یک اخلاق تا حمیده گردان، یک بهبودی در عبادتت پیدا کن و الا جایز نیست برای تو. بهترین زیارت برای زنها این شوهرهاشون نیست. شوهرهاتون احترام کنید، به قدر شوهرهاتون رسید، این است زیارت شما. شوهر راضی، یک بار تبسم در بالای شوهرت که حبیب خدا گفت خداوند کلی گناه تا میبخشد. یک بار تبسم بالای چهره شوهرت کن، خداوند همه گناه تا میبخشد، به خاطر که تو دل شوهر راضی کردی. حالی بعضیش میشال شوهران ناراضی، شوهرها گویم نسبت چون نفرت دارن، بعد شب یا تهجد میخوانه یا که 5 وقت نمازش میخوانه یا روزه میرم چیزی از داره یا روزه دیگه دارن، با او روزه را میگیرن. برای تو روزه و برای تو حج و برای از همه این عبادت ها دیدم. اگر چند اینها هم در گردنت اگر مالدار و شرایطدار باشی فرض است، لیکن از همه این دیده برای تو ثوابتر حرمت شوهرت نیست. حبیب خدا اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها گفتند، بزرگترین حق بالای زنها این حق شوهرهاشون نیست. امروز سوالهای در من می آید که زن من مرا دشنام داد در دهانم، آیا طلاق در بین ما واقع میشه؟ اجنه خاک بر دهن هم تا زنی که دهن شوهر که نام گیری باید دیگر چی زندگی هست؟ این یک بدبختی است. اگر چنده که من نمیتونم گفته شما را که طلاق شان دهید، لیکن آخی از این زندگی تلخ دیگر وجود ندارد. وقتی دهن شوهر نام گرفت، وقتی دهن پدر و مادر تا نام گرفت، دیگر این چی زندگیش میماند؟ برای همین بهترین صورتش همین است که شوهرهاشون را زیارت کنند، شوهرها را راضی کنند، خسر و خوشتامنها را راضی کنند، پدر و مادر خودشون را راضی کنند. انا این است بهترین زیارت برای شوهرها. دیگر هیچ حاجت نیست که اونا مزار به مزار، قبر به قبر سیر و گشت کنند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. این سحر یک برادر ما هم بختیار و عبدالکریم که برادر عبدالکریم در شهر پیرمی مسکوه هست و برادر بختیار در همین شهر کولاب است، برای ما یک مبلغی برای همین مسجد دادن که شکر که همه قرض هامون هم میکنیم و از پروردگار خواهان او هستم که این گونه دلسوزان و این گونه مخلصان مسجد خدای مهربان باز هم دولتشون زیاده گرداند